اما چرا آن را فارسی نامیدند؟ برای متمایز کردنش از عربی می توانستند بگویند زبان خراسانی. فارسی اصلاً به فارس تعلق ندارد. اصلاً نفان یا ملتی به نام فارس وجود ندارد. این زبان از خراسان بزرگ می آید، یعنی پهنه‌ای که افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و خراسان ایران کنونی را در بر می گیرد و چنان که گفتم تا آسیای میانه پیش می رود. پیش از حمله عرب زبان پهلوی زبان شاهنشاهی ساسانیان بود. حمله عرب به شاهنشاهی ساسانی پایان داد. بر سر زبان ایرانیان میبایست همان میآمد که در کشورهای دیگر بر سر زبانشان آمد. نمونهش مصر است که با آن تمدن بزرگ زبانش را در برابر عربی از دست داد. در واقع حمله عرب توانست زبان رسمی ایران را، زبان کشورداری ساسانی، زبان دفتر و دیوان را که پهلوی بود براندازد. مسلمانان نسبت به پهلوی حساسیت بسیار داشتند، چون زبان شاهنشاهی ایران بود و با آن کتاب‌های زرتشتی را نوشته بودند. زبان کافران میبایست از میان برود. زبان ایرانیان عربی نشد، ولی ایرانیان زبان رسمیشان را که پهلوی بود از دست دادند. زبان فارسی که از خراسان بزرگ برخاسته بود جایگزین پهلوی شد. چنانکه گفتم مقصود از خراسان بزرگ خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان است. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزد. نخستین شاعران از خراسانند، کهن‌ترین آنها ابوالعباس مروزی. رودکی، فردوسی، مولوی و ده‌ها چهره درخشان دیگر از خراسانند، یعنی از همین افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان کنونی. زبان مادری سعدی و حافظ هم گویشی از پهلوی بوده است. وقتی حافظ میگوید مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی، یا بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی، شاید به زبان مادری خود اشاره دارد. از این بیت زیر برمی آید که در زمان حافظ شاید در شیراز همه کس فارسی نمیدانسته. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. بابا طاهر همدانی هم زبانش گویشی از پهلوی است. لری امروز هم گویشی است بازمانده از پهلوی.